راستگویی یکی از فضیلت‌های اساسی انسانی بوده. تربیت نمودن این خصلت از ایام کودکی ابتدا می‌یابد. کودکی که راست قول بودن را می‌آموزد در حیات باوری و اعتماد دیگران را به دست می‌آورد. پسیکولوگ‌ها مصلحت می‌دهند که هنگام دروغ گفتنش کودک را سخت جزا ندهید، بلکه به او با نرمی فهمانید که چرا راستگویی مهم است. این اعتماد او را به شما از دست نمی‌دهد و او را تشویق می‌کند که حقیقت را بگوید. در فرهنگ شرقی باشد راست قولی همیشه ستوده شده. مثال‌های چون راستی نجات می‌دهد از همین ارزش شهادت می‌دهد. برای کودکان 7-11 ساله جهان گاهی به طور خیالی و بازی صورت می‌گیرد و آنها می‌توانند گاهی شوخی یا از ترس از جزا چیزی را نادرست بگویند. والدین باید حالت هر یک دروغ را با دقت تحلیل کنند. آیا کودک از ترس دروغ گفت یا تنها خیالات و واهمه کرد؟ در هر دو صورت باید به کودک فهمانده شود که گفتن حقیقت بهترین راه است. مثلا اگر کودک اسباب کسی را شکست و پنهان کرد، به جای جزا دادن بهتر است که با او همراه شکننده را اصلاح کنید و فهمانید که با گفتنش مشکل حل می شد. مهم آن است که خود والدین نسبت به کودک راست قول باشند. اگر وعده دادند اجرا کنند و اگر چیزی را نمیدانند اقرار شوند. کودک وقتی راستگویی را از تربیت گیرندگان خود می‌بیند، آن را به خود می‌گیرد. باید تاکید شود که راستگویی همیشه سزاوار تعریف است. وقتی کودک دلیرانه حقیقت تلخ را میگوید، او را تحسین کنید تا بداند که صادق بودن قیمت دارد. همین طور دوری از دروغ گفتن به تدریج به طبیعت او تبدیل می‌یابد. آیا شما والدان و استادان عزیز این تجربه ها را انجام داده اید؟ لطفا نظر خود را نویسید. یادآور میشم که شریک برنامه ما شرکت لیندوید می باشد. لیندوید با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.